حضور الینا جونم، نوه گلم. میخوام براتون آشپزی بکنم. یه باقالی قاتق خوشمزه گیلانی یاد بدم. نمک، زردچوبه، فلفل، پاچه باقالا. این پوست نگرفته پاچه باقالاست، اینم پاچه باقالای پاک کرده. سیر، کره، شوید، برنج، تخم مرغ با ماهی شور خوشمزه. این پاچه باقالای با پوسته که من تمیزش کردم، اینا میشه. برای اینم از پوست در آوردم، این پاچه باقالا میشه. داخلش زردچوبه میریزیم. زردچوبه‌شو یه مقدار بیشتر بریزید. الینا جون سیر رو به من میدی؟ مرسی. سیرا رو یا به صورت حبه‌ای میریزیم یا خرد میکنیم. حالا هر مدلشو که دوست دارید. من از وسط 2 نصفشون میکنم. الینا جون شویدو بده. مرسی. خب چند قاشق شویدم میریزیم. من برای اینجا 3 قاشق شوید میریزم. خب کره رو بده الینا جون به من. مرسی الینای خوشگلم. ما اگه با کره درست کنیم باقالی قاتق ما خوشمزه تر میشه. یا میتونید ترکیبی از روغن و کره بریزید. من کمی کره میریزم، کمی هم روغن میریزم. بعدم میبرم رو گاز، اول سرخش میکنم. خب الان من مواد باقالی قاتق رو گذاشتم روی گاز، حرارت میدم. خب کاملا ما این باقالی رو سرخ میکنیم. با روغن تفتش میدیم. من کترم گذاشتم آماده بشه. توی باقالی قاتق که الان کاملا من تفتش دادم، آب بهتره که آب جوشیده سرد بریزیم، ولی من نداشتم، همون آب شیر رو دارم میریزم. مقدارش رو زیاد نریزید. که باقالی قاتق به جوش اومد درش رو میذاریم، حرارت رو کم میکنیم، کمی بپزه، بعد تخم مرغ میریزیم. کمی که باقالیمون نیم پز شده، تقریبا الان 10 دقیقه است، من تخم مرغ رو میزنم. وقتی نیم پز شد تخم مرغ رو داخلش انداختم، درش رو میذارم رو حرارت کم تا پخته بشه. خب ماهی شورمون رو ما به تکه‌های کوچیک تقسیم میکنیم. من یه تیکه‌شو برمیدارم که سرخ کنم. بعضی موقع داخل ماهی شورمون اشول هم داره. خب ماهی شور ما از طرف گوشتش میذاریم تو تابه سرخ بشه. این مرحله من نمک باقالی قاتق رو میریزم، فلفلم کمی اضافه میکنم. حرارت همجوری کم میکنم تا پخته. برنج ما آماده شد، من توی ظرف میکشم. برنجمون کته است. باقالی قاتق ما آماده شد، الان من توی ظرف میکشم. خب باقالی قاتق رو توی ظرف من میکشم. خب این ماست و درار ماست، اینم کته خوشمزه با باقالی قاتق خوشمزه ما، ماهی شور، کره، اشبل با گردو و باقالی باید باشه که من ندارم، سیر ترشی. خداحافظ. غذای خوشمزه ما آماده استش، بسیار لذیذه، حتما درست کنید. مرسی از اینکه همراه من بودید.